همه جای ایران بیچارگی است. مردم خانه ندارن، مردم هیچی ندارن. اونجایی که معدن نفت است، روی این معادن همون مردم اونجا نشستند و گرسنگی میخورن، سر و پای برهنه راه میرن. گاهی من از اونجا که یک دفعه که عبور کردم از همون طرف اهوازون ها، از این دهات اطراف، از این راهی که ما میرفتیم و قطار عبور میکرد، از این اطراف این بچه ها، این سر برهنه ها، این پا برهنه ها هجوم می آوردن که این چیز میگیرن. این جایی بود که مخزن نفتشون زیر پاشون بود و داشت میرفت جای دیگه. مخازن را دادن به غیر، عوضش